خداوند دردی همه آهی همه را میفهمه چیز نشه ناز میشه بیشتر همین زندگیم ده برکت پریدگی های دستیم دختری ترا چی در کار همین خواهر یک آدم به ناموست ناموسش داغدار کردن نه همین چه در معقوله چی در کار همین муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ. دخترم زنگ زدی خستم خواتیر شدم آمدم دویده کرده تینجی بود چه بو مزم گریخ رنگ پیش نشیدم ترسیدم خب زنگ زدم چه خیزیق نشه بچم دردی خداوند درد دوی با شفاش همیتیا بچم نغز میشولی میدونی چی همی خولای سرویناستای کو یک دختری نغزم میدونسته دینا گفت که خیلی کنیا بارمی جگونایم همجا بری نشون تی یکی نغز میشی همه گفتم یا شد کتیم اصلیحن میکردیم رجبالی کتی اگر اجازت میدود دختر میبردیم تا خیلی چه زیاد رجبالی را زنگ زنیم برسیم کنیا زنگ شا کنی چی میگه بیایی هم اصلیحت کنیم خیلی روزگی داد میبرم تا دخترم خدا دردم ایتیا با شفاش هم ایتیا الو الو السلام علیکم جان سازن خوبین هیچی اوچامشون اومده بودن و تلفنی اوچام برام زنگ زدم تینجی گفته بودم که مزم میگریزه برای همو اوچام گفته خیلی بار زنگ زن بیای نپشی برامو یک گفته بودن که چون اگون شناسی و نگر چوکنم در گوته گازه وقت بچون اگه لغا چوکنم خونه بیاین نپشی کب میزنیم بله هم کی گازه مایلش مردم جان بیاین کوروش در وقتی کوروش زنگ میزنی کم ترسابی میشه آنه که موزمه بیان خیلی کنیا بیایی پیشن مسئلیت کنیم اگه خدا از که شفا میتیا میخوردیم به مود رحمت کلام چوی دیمده میره یک مایده چوی به هر زینه میدوزی خیلی شوم چی خیلی چوی خلای تو فابونو خوش اومدین خوردین یگون چی خیلی خوردیم خدا بشکر یگون ششلیک اوش پوش یگون میسوسو تشکیل کنم آخه نه رحمت سیرم خیلی ببینده خلا با گشنه نباشیده با نگو که خونه دومود رفتیم گشنه مونده وقتی من میدونم هیچ وقت اینجا گشنه نمیمونیم برای که همه چی هسته چی گه بود این زنگ زد خواتیرم کرد که او چم اومگه کم طبیبی افتای چی افتای کو نقل کن خیلی معلوماتی پرام امتین همه یک دختری افته یک همسایه یک دختری افته گفتیم همه یک بار دیگه کنی بریم هم پیش هم دختر بذارونیم شب خیلی شفا از جانبی الله های یه همه چی سبب میشه خیلی که نغز میشه خیلی سری کودکاش دست بالای خونش هم نفتیم شما اجازت میدادین که یه باره که دیگه میبردیم میگذاروندیم شب خلای تو فابوما که در اونجانم مقصد یه چیز ایده همی پیش یک کار کردن اول ببینین بسنجین برای که این یکم یک 5-6 برای چند جو دختر میبرین چون یگون درد یگون تغییرات نمیشه و همی یگون شفا نیفته است هم با میویم بردم ای نمیچ خیلی ای نمیکردم مقصد من خدمم 2-3 دیدم که سرگردان شدم اینجا باور که برای همه خلا درنمون صدقه ما هم سوما ایلوی او نمیویم هم ببینین آخه یک قدم میدم مراجعت کنین که هم در حقیقت متخصص خوب باشه خیلی که بعضی ها هم ریکلام هم میکنن چون ای محترم میگی در اصل دیدن درگاه که در حقیقت هم دختر هم بیموری هم را توبت کرده میتونه نمیتونه بتونم و جان دیل مالی خلا جانی من چکو کنم خیلی نه شما فقط اجازت کتم اجازت بوشه اجازت خلا اینه مرامت بگیرین دخترشتونه برین که یکم برده تو نمیتونم روستی گفت میگیری که
همینجا 1000 یک نیم هزار تومان بگیری هر به اونها رسید گپ میزنی فهمیدی؟ بیا بخوام سیکا کرده با تو را باید رئیس ها وارد گفتی هم گپو رئیس ها وارد در طبق شویم بگذار اوی ای در تو بگذار اوچه ای بیاین بیاین السلام علیکم السلام علیکم داماد جان نازن سوزن خدا اینجا بیاین خوش اومدن بخونم دروین روسی گپ من سروسی مترم خلا نمی دخترک تا آوردم خلا اگه روسی گپ خیلی توبت کردیم خیلی سرگردون شدیم خیلی مقصدی گپ که دنگداو کردیم اگه آوردمش که نمی خونه داد بیست خلا یعنی می دخترت میدونم خودت بگی خلا خودت توبتش میکنی چیکارش میکنی نمیکنی آخی 3 ماه باشه توبت 6 ماه باشه اینا 1 سال 1 نیم سال شد که من خلا ای دختر با دختر گفتیم گپو اینجا برا اونجا بیا خلاصه گپ که بیزار ایجام شدم فهمیدی خلا جون من برای همه مقصد گپ که نمی خونه داد بیست دخترک تا خش رو توبت که خلا نمون دیگه در کیسه سوم نمون خلا یعنی قدر ایمان داره که من این ماشین رو بفروشم یا نمی خونه و در ما بفروشم راست خودش کنم خلا هر روز من در کارم خلا زنگ میزنه که او انا دردم گرفت انا نمیچ خیلی انا نمیکدم خلا من همین زندگیم ده برکت پریدگی هستم دختری ترا داماد جان استغفرالله کنین خیلی خداوند درد دودای با شفاش همیشه منم مادرم داماد منم میخواستم که فرزندی من کسل شوه خیلی یکی کسل شدی آدمی تنی گرم انسان به درد نمیشه بچم خیلی ناز میشه برای همین قهق شما که میبرین میپرتوین یک بار از زندگی رو افتاده میکنین گپی خوبی شما مهربانی شما این عباره ناز میکنه خیلی نکنین داماد جان ناز میشه ولی همین ناامید نشوین از زندگی هر دوتون خلا آخی بس بدگیست من هر روز ای کار زنگ میزنه که انا من بیمار شدم من نتونستم من غلطی دستم من راهشم رفته استای آخی خلا من همه کارو برم پرتم دم بیام دختری ترا بگیرم بگردم گوش خلا جون گپ بسیار میکنیم من کار دارم اینا دخترک تو خش رو که گووردم اینا نبراتونم میارم همین شفا بیاوا دیگه من خیلی غم نتا مرا هر روز زنگ نزنه که من کسل مای خیلیم خلاصه گپ که میگیرم میبرمش فهمیدی خلا فنود بخدو بعد خوش آمدین داماد خای مساج دارین خداوند مهربان خداوند مشکل کشای خداوند دردی همه آهی همه را میفهمه چیز نشه ناز میشه بیرسن اکای دلی جون بگو من باینیم کارو دارم خطر اون من بگونه میگیری اکا همش به جای ما یک استراحت میریم یک گفتیم گپا دمگیری میریم هر کی میریم و میگیم تا که قدیمون نمیره این همون اون شو رفتیم ایزان زده اینا بیزور شدیم اکا که اکای دلیر بیو بریم اونجا ما نگاه که 4 نفر بودیم 5 دختر اومدگی بود 5 دختر اومدگی بود او یک تش با خاطر خودت بود نیکی نیومد اکا رجوال جون 100% گپ درسته من موافقم خط خدا راست میگی یکی اخی میدونی ما همین لذت کیفیت همین استراحت دمگیری میگفتگی تمام زندگی را من همین بعد کار وقت قطعی همین فرزند و زن فرزند میشینی که اویلا قطعی میشینی من نموجا کیفشم میفتگی من نموجا میبینم خیلی تو میگوی قطعی کیم کی عروس و پروس و کیم چی بود
برادر عزیز ما دایی کارم بعد یکمش ما سینی سالم خیلی با کم طرف فرق داره خیلی ما با جوانتره خیلی جورا ما خیلی کارو نمیتونم کداره با کارم بسیارتره جورا خیلی دوده و سوست بعضی وقت میتونم بعضی وقت نمیتونم با خفه نشینو خیلی چیزو میدونی چی؟ خیلی هم خیلی که عادت کردگی هم زن فرزندت عادت کردگی خیال میکنی که ای همه دا خوشبختی همی در بدن همی در بری همی بدن نه یا که خطا میکنی اولی که یک بار یا اینه می رفیقم همش زن فرزند دارن که نه که همش میرن خیلی تا ساعت دسته شود دم اودی گفتی هم گپو که کیف صفا صحبت چق چق اکا ای دیگه لحظت داره فهمیدی اکا جون گوش که اکا اون طرف نگاه کن اون دو نفر رو دیدی چی کده؟ میگم عروسای بهترین نه دخترک خشو ها یک بار گپی من را بگی بیا بریم اکا وقتی چهار تا صحبت کنیم یکی روزی میشون میریم یک اونجا یک میشینیم اکا ها یک بار گپی من را بگید من 100% باور دارم که روزی میشون اکا روزی شون میکنیم میریم سر یک پیاله چای میشیم خشون یک پیاله چای یک میخوریم میریم تو بگرن خشون دم استراحت چق چق صحبت ها یا بر وقت خش که همین فقط کار خونه جدر کار یا چی بگم رجب علی بخی جورا جان همون خوار یک انسان های اونمو خوار یک آدمی بنانگ ناموسی دیگر های چی در کنم شان شرف هم را پس زدن چی در کنم همون را رفته استفاده بردن یا لحظه یا مثال یک روز یا ساعت ختم گپ زدن و بیره کردن چی در کنم همین خواهر یک آدمی بناموس ناموسش داغ کردن نه همین چه در معقوله چی در کنم ها بچه میگو خواهری کدوم آدمی از همون مردک ننگ ناموس داره هی اکا ای من گفتی همون گپا 10 سال کلانی و اولی هم فهمیش نداریم همین مردکی با ناموسا خواهرش با همون سر لباس میگرده اکا یوکای را ببی اکا مردی با ناموسا خواهرشو خیلی نمیگرده مردی با ناموسا فرزندش با او سر لباس نمیگرده که مردی با ناموسا زن فرزندش خواهرش گفتی هم گپو در خونه شیشتگی یکا با سر لباس گوش که رجب علی نمی گپی تره یه آدمی بگه کی همین یه آدمی بگه کی خودش همین ارزنده باشه ها بچه تو زن کودکی خود تنیگه نمیگه در خونه خسرش تومن پرت افته در برای مردی با ناموس گپ میزنی همین مردکه همین ننگ ناموسه که زن کودک در خونه خسر خشتامنده همون کمپیر داد گفته است بیچاره میگه که ندارم شرایط امکانیت ندارم اینا داماد ما وقت پرت افته شو ها بچه تو چه خیلی مردکی تو با درباره ناموس میستی مرا گپ میزنی ای با نمیدونی تو کنی ننگ ناموسی تو نه کنی همون شان شرفی تو که زن کودک در خونه خسر خشتمان نه پرتای مردک شای نگاه بین شو کنی بعد بیا امروز درباره ما بشینی بعد من ننگ ناموس درباره ننگ ناموس گپ زنی ها بچه تو برا اول زن کودک در بگی بیار در خونه و در نگاه بین که صاحبی که مردی با ناموس انمی های زن کودک شد در کوچه نمی پرتای در خونه خسر خشتمان نمی پرتای نگاه بین میکنه خرد خراق لباس پوشاک خونه و در جای گرم انا بعد کو مردک بعد انا اون وقت با ناموس های تو برای بگی بیا صاحبی که بعد قطیمه درباره ننگ ناموس گپ زد السلام علیکم دوستانی عزیز تماشابینان فراموش نکنید خیلی که شما نوا را تماشا کردین از شما چی میره برادرها فقط یک دونه لایک در کامنتاری یک سخن خوب و نگفتن نمونه پادپیساتسیا را فراموش نکنید حتما در کانال پادپیساتسیا کنید انشالله که نوارای خوب و تربیوی هم پیشکش شما میگردونیم باقی سربلند و خانه آباد باشید